حمد به حد آن خدای پاک را که جان بخشید مشت خاک را. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، ما قرار داریم در داروخانه شفافرما و شما داروهای طبیعی از اختیار شده را از داروخانه شفافرما را توصیه میکنیم. مثلا برای بزبله شدن، برای بغم درد، برای بقوت کردن مردانگی، برای بیماری ژنسکی здоровья، روانهای تازه سیاه دانه، قیصل هندی و دیگر غیره، برای خراب شدن، فربه‌شدن، پروستات، بسیار داروها را شما از داروخانه شفافرما میتونید با باوری کامل دسترس نمایید. رقم‌ها در روی اکران. حنانه از حجر رسول نوله میزد همچو ارباب عقول. همون ستون خشک رنگ همه آدمای به عقل واری نوله زد. میگه گفت پیغمبر چی خواهی ای ستون؟ گفت جانم در فراقت گشت خون، مسندت من بودم از من تاختی، بر سری منبع تو مسند ساختی. میگه وقتی سوالش کرد که حضرت که چی میخوای، انمی در روایت قاضی ایاز در کتاب شفا شبادگی است که چی برای چی گریه میکنی؟ گفت که ای فراق اتره یا رسول الله، آخه من با بویت با نرمی بدن تو عادت کرده بودم، ایت ما رو پرتافتی رفتی بالای منبر گریه نکنم. من میگه گفت میخواهی تو را سر کند شرقی و غربی زیت میوه چیند. حضرت گفت ای ستون میخواهی که پیش پروردگار التجا کنم تو را ای سری نو با سرسبز کنم بشکومانم که میوه تو را شرقی و غربی استفاده ببره. ستون این نخل به دست خشکیدگی، یا در آن عالم تو را سر کند تا تر تازه بیمانی در عمل، یا بخواهی گفت انا یک سروی جنتیت میکنم، سروی جنتیت میکنم که همیتا تازه و آزاده و خشرو. مقصد در جنت دیگه درختاش حیات جاویدانی دارن و دیگه خشک نمیشوند. گفت آن خواهم که دایم شد بقاش. درخت میگه او میگه اگر خرمورم کشم ای سر سبز نمیشم یک 400-500 سال پس دیگه با خشک میشم. همون در جنت یا رسول الله دعا که خدای تعالی در جنت بسبزانم. گفت آن خواهم که دایم شد بقاش، بشنوه غافل کم از چوب مباش. آخه ناشکری تشوه انسان نخو غیرت یک چوب نداشته باشی، یک چوبه که آخه اون مکلف نیسته، عقل نداره، آخه اون مقصد فرد روز قیامت پرسیده نمیشه و همون حیات جاویدانی را طلب داره و مرگ همون انسانی که حیات جاویدانی را طلب نداشته باشه. سعی نکنه آخه بعد این دنیا دنیای دیگه. اون ستون را دفن کردن در زمین تا چه مردم حشر گردد یوم دین. حضرت امر کرد میگه گرفتن در زمین گورش کردن. فرد روز قیامت وقتی که الله عزوجل بندهاش حشر میکنه آن همون ستون حشر میشه. میگه اینا معجزه مستنی حنانه میگه. و حضرت میگه که آن که او را نبود از اسرار داد کی کند تصدیق اون ناله جماد. کسی را خدای تعالی هدایتش نکرده است یا عقل فلسفی ابلهانه داره او اگه جا تصدیق میکنه ناله جماده دعوا میکنن فیلسوفا چوبه که خشک شده است بافته و حجیرهاش همش دیگه مرد است اگه جا او گریه میکنه. اون که او را نبود از اسرار داد کی کند تصدیق اون ناله جماد. حضرت میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت به تمکین بود. این فیلسوفا و این کسای عقل دارا اینو میگه پاشو چوبی ای، پای چوبی احساس نداره، نرو که نداره هیچ را نمیفهمه. همین پای نرو نداشته باشه دیده در بالای علو میمونش میسوزه بوی گوشت میبره اون نمیفهمه. اگه جو میفهمه که این گرمه خنکه نرمه سخته کس نمیکنه. فلسفی که منکر حنانه است از حواس انبیا بیگانه است. این بدبختو میگه یا اگه جو میدونن که پیغمبر چی گفتن دیگه پیغمبر رو با کی مینوزن، قوت پیغمبر از حساب کی است نمیفهمن. اوکی معجزه موسی و احمد رو نگر چند عصا شد ما رو استن با خبر. یک معجزه حضرت موسی که یک عصا مار شد تمام سحر سحرهای فرعون همه را بلعید. معجزه حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم که یک استن گریه و ناله کرد تمام مسجد شنید است. اینا با صحیح ترین حدیث که در صحیح ترین کتاب صحیح بخاری اومده است با روایت از حضرت عبدالله ابن عمر اومدگی است، سلسله الذهب است. نگه برای این درک کردن هدایت الله در کار است، هدایت که نباشه هیچی. معجزه موسی و احمد رو نگر چون ستون شد مار، چون عصا شد مار و استن با خبر، گرنه نامعقول بودی این مزح کی بدی حاجت به چندین معجزه.
اوقی این چیزی نیست که را به عقل در کنی، به عقل دنیوی. به عقل که درش کردش میشید حجت به قدر معجزه نبود. اون چی معقول است عقلش میخورد. او چیزی به عقل در کرده میشود احتیاجی داره. میدونیم که این همی انا کاندیشنر اگر به شرطی که در همون کولد مونیش همون خنک ده استا خنک میکنه. میدونیم که در اون گرمی مونی گرمی میتا به شرطی وایرون نباشه. اینا به عقل فهمیده میشود. به عقل میفهمی که دو کرده چورای. نه که معجزه را به عقل چه میفهمی؟ اون چی معقول است عقلش میخورد. چی داره که به عقل فهمیده شود احتیاج به معجزه نداره. به بیان معجزه بینه که بعد یک ستم ارزوی جاویدانی میکنه و اوقی ناشکری بنده مؤمنه که ارزوی جاویدانی و ارزوی جنت نداشته باشه. هیچ وقت یه مؤمن حقیقی نمیشه. اوقی مسلمان همیشه باید ارزو کنه. باید پروست داخل شدن جنت نه، فردوس اعلا را ارزو کنه. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت این فی الجنة 100 درجه ما بین کل درجتین کما بین السماء و الارض. جنت 100 درجه داره. فاصله بین هر دو درجه جنت مثل فاصله بین زمین تا آسمان است. این حدیث امام بخاری است. هم میگه والفردوس اعلاها، بلندترین درجه جنت انم فردوس است. منها تفجر الانهار الاربعه. همه 4 نهر کلانی در جنت میروند چشمهاش در فردوس هم. همونجا سرچشمه میگیرن و میروند. با حضرت صلی الله علیه و سلم اگه او فردوس مکان پیغمبرها است، مکان صدیقا است، مکان صلحا است، مکان شهدا است. گفت فاذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. اگر از خدا طلب جنت میکنه کمایگی نکنه، بی غیرتی و بی همتی نکنه، بگو خدایا در فردوس اعلا مستقرم بگردان که پیغمبر را ببینم، در صحبت پیغمبر باشم. آخه فاصله بین دو طبقش مثل زمین و آسمان باشه که بدونه در 1000 سال یگون مرتبه حضرت صلی الله علیه و سلم آیا میبینی یا نمیبینی اگر پایون داده باشی. برای مؤمن حقیقی باید طلب داشته باشه، ارزوش همی باشه. حافظ و خلدی برین خانه موروثی من است، اندرین منزل ویرانه نشیبن چی کنم. خدای تعالی بهشت جاویدانی را میگه وطنم گفت از وطن میراثیم اولئک هم الوارثون. بنده‌های صالح خدا مؤمنای حقیقی وارثن. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. میراث با میراث فردوس هم میگیرن. انا در فردوس بعد حیات جاویدانی میبینن، حیاتی که سلامتیش بیماری نداره، جوانیش پیری نداره، بقاش فنا نداره، راحت معیشت شرز قط نمیشه و ایناش فقر نداره. باید مرد حقیقی باید همی طلبش همیشه همی باشه. ناامید شدن از رحمت پروردگار کفر است. همچنانه که نترسیدن از غضب خدا کفر است، همین ناامید شدن از رحمت پروردگار کفر است. حضرت میگه که لو یعلم الکافر بکل الذی عند الله من الرحمه لم ییأس من الجنة. اگر همی کافر بدبخت بدونه که پروردگار ارحم الراحمین است، رحمتش انتها نداره، همیشه رحمت الله پیش غضبش میروه کو، هیچ وقت از جنت ناامید نمیشه. رحمت پروردگار جوش میزنه آقی، چه دریای رحمت تلاطم کند گناه صاحب خویشتن گم کند. اما بعدش میگه که ولو یعلم المؤمن، اگر مؤمن بدونه که در پیش پروردگار چقدر خشم و غضب است، عذاب است، لم یأمن من النار و علیکم السلام و رحمت. هیچ وقت از دوزخ امین نمیشه. دائم در ترس هر که خدا نگه داره در دوزخ نرود. خوب است بابای حاجی، خدا حفظتون کنه. ربنا انزلنا منزلا مبارکا و انت خیر منزلین. اسمح باشه الله. شدید العقاب است. واتقوا فتنة الذي تصيبون الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. از غضب خدا بترسه که وقتی غضب خدا اومد جدا نمیکنه دیگه. هشتونه دستت بگیره که خدای بزرگ شدید العقاب است. از همین خاطر مقصد که این آگاهی است، یک هشدار است. اگر نماز بخونی، اگر به شرطی که عمل شریعت کسی انجام میده خشوع به حالش،
ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам гуфт иъмалу факуллу муяссару лима хулиқа лаҳ. шумо амал кунед, ба ҳар кас ҳамон амалеро худои таоло насиб мегардонад ки халқаш кардааст барои ҳамон. фаман кона мин аҳли саода фаюяссару лиамали аҳли саода. ҳар касеро ки худои таоло аҳли саодата аҳли ҷаннат гардондагиай, барои ӯро анамун намоз хуш меояд, рӯза хуш меояд, аз худо метарсад, саъй мекунад ки аз ҳароми аллоҳ дур бошад. ва ман кона мин аҳли шақо фаюяссару лиамали аҳли шақо. аммо касеро худои таоло дузахӣ карда бошад, худое накарда, наъузу биллоҳ, барои ӯро ҳамун кори дузахиё маъқул мешавад. ям шароба дӯст медораву, рақси самоа дӯст медораву, ай намоз қибоб мешавад. ولی اخیل بدبخت در سرش پت کبزنیست بروش سبکتر از اینکه بگوی بخیر نماز بخون. یعنی عمل همو خودش بیانگری او است که پگه به چه حالت مبتلا میشه. دیدی که کار درست است، وقتی نماز شد به طاقت میشه، روزه ماه شریف رمضان اومد، وقتت خوش میشه و با خوشی و خرسندی روزه را میگیری، زکات مال با یک خرسندی و با شکر نعمت الله میپردازی که خداوند برام امکان داده است که با من دیگرو را مقصد که صاحب بول بگردونم، ای زکاتو میتم. وقتی که آرزوی خانه خدا را زیارت کردن داری، بفهم که راه درست است، دیگر نکره. انشالله آخری همی جنت است.